یا ابوالفضل ماشین از شد الان موتورش اومد پایین. برو کنار. موتور ماشینت اومد بالا، اولین کاری که می‌کنی میای دست می‌ذاری بالای رادیاتت. اگر بالای رادیاتت خنک بود و پایین داغ بود، احتمال 99% ترموستات قفل کرده. میای چیکار می‌کنی؟ 15 ثانیه یک بار یه تک استارت به ماشینت می‌زنی که رینگ و پیستونت نچسبونه. دومین کاری که می‌کنی ماشین یه مقدار که خنک شد تونستی درشو با احتیاط باز کنی، میای دو تا پیچ در ترموستاتو در میاری، ترموستاتشو باز می‌کنی، این واشر رو می‌ذاری دوباره سر جاش و این رو با آب بندی می‌بندی دوباره سر جاش. این ترموستاتش هم اینجوری پرت می‌کنی دور. بعضی از عزیزان میگن اگر ماشین جوش آورد نباید ماشین رو خاموش بکنی. آقا اگه خاموش نکنیم بعد چیکار کنیم؟ ماشین باید خاموش بشه و اینا آمپرش همینجوری میاد بالا. اگر بلد بودی درست کنی دمت گرم اوکیش کن، ولی اگر بلد نبودی ماشین رو باید خاموش کنی. 15 ثانیه یک بار بدون اینکه ماشین روشن بشه تک استارت می‌خوره چون رینگ و پیستون نچسبونه. نشونه‌های واشر زدن چیه؟ موتور ماشین تک کار میکنه، گرم موتور که باز می‌کنی حالت شیری رنگه، آب جمع میکنه و از اگزوزش آب میزنه بیرون.